اصلی کس از کس نباشد کم، چو جمله زادمند. لیک هر کس جوهر علم است، والا گوهر است. عبدالرحمن جامی. انسیکلوپدیست بودن اون کس. بسیار میدونستن، دانشی بسیار عمیق داشتن. وقت جدا میکردن که با شاگردان کار و فعالیت کنند. زندگی نامه این کس برای ما نمونه عبرت میباشد. خیلی خوکسار بودن. آوازشون بلند نمیشد. اون کسی که عالم است و علم رو دوست می‌دارد، من باوری دارم که در دلش خورشید خلالویچ هست. در سرگاه علم و ادبیات و فرهنگ و معنویات شخصیت‌های قرار دارند که آنها با دانش و جهانبینی گسترده، نوآوری و ایجادی و علمی خود در رشد و پیشرفت جامعه اقدامات بزرگ و ماندگاری را روی دست می‌گیرند که با گذشت 100 ساله‌ها از آن علم و فعالیت نسل جوان بهره‌مند می‌گردد. خورشید خلالویچ کریموف، اکادمیک علمای جمهوری تاجیکستان، دکتر علمای بیولوژیا، پروفسور، یکی از نمایان‌ترین عالمان همین دوره نیمه دوم عصر 20 و اول عصر 21 محسوب می‌شوند. اکادمی ملی علمای تاجیکستان خورشید هلالویچ کریموف از زمره عالمان خیلی شناخته معروفی تاجیک به حساب می‌روند که از ابتدای سالهای 60 عصر گذشته در رشد بیولوژی تجربوی در جمهوری تاجیکستان نقش خیلی مؤثر دارند. اکادمی کریموف خورشید هلالویچ 10 دکبر سال 1935 در شهر سمرقند در عائله زیایی تاجیک آموزگار معروف و معلوم مؤلف اولین کتاب الفبای تاجیکی در سال 1932 هلال کریموف تولد شده است. وقتی که ما با حروفات سیریلیک گذاشتیم، یا الفبای یکمی که در دست کودکان بود در مکتب‌ها، مؤلف این الفبا همین کی بودن؟ هلال کریموف بودن، پدر خورشید خلالویچ. مادرشان نیز از دایره زیاییان بودند. آنها در اداره خیلی بلندپایه مملکت کار میکردن. بس واسطه اون وقتا میگفتیم سینوگرافیست وقتی که اون وقت این تکنیکی که ما داریم نبود، برآمدهای اساسی رو سینوگرافیست ها اینو مخصوص در مسکو خواندند. همین سالهای 20 مادر اینو در مسکو خونده آمده اینجا سینوگرافیست کار میکردند. وقتی که برای مجلس شورای عالی باشد یا که مجلس حکومت باشد، همین برآمد شخصای اول رو استنوگرافی میکردن. همش می نویسن، یک به یک می نویسن. یعنی همین تربیت بسیار خوب گرفتگی بوده. خورشید سرفرزند بوده اینا. دوره بچگی و آوان جوانی خورشید کریموف در پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه سپری می‌گردد. سال 1943 او به یکی از مکتب‌های معروف و نامی دوشنبه وقت مکتب میانه عمومی رقم 1 رفته. سال 1953 آن دبستان را با موفقیت و با مدال طلا ختم می‌نماید. سال 1953 پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه دولتی شهر مسکو به نام میخائیل لومونوسوف به فاکولته بیولوژیا و خاکشناسی داخل می شود و آن را سال 1958 با اختصاص بیولوژی رسانی ها ختم می نماید. خود همان سال به شعبه اسپیرانتورای انستیتوت بوتانیکی اکادمی علم‌های وقت تاجیکستان از روی اختصاص فیزیولوژی رسانی ها داخل می شود. دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل واسیلیویچ لومونوسوف رو ختم نمودند و بعد از ختم این دانشگاه خیلی با نفوذ حیات علمی، فعالیت علمی تشکیلی خود رو با اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان پیوسته پیوست نمودند. هنگام تحصیل در بخش اسپیرانتورا راهبر علمی او فیتوفیزیولوژی مشهور روس پروفسور الکساندر پروکوفیف بود. این عالم بزرگ روس که در رشد فیزیولوژی و بیوشیمیای رسانی ها محض در تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته بود، برابر دیدن یک تاجیک پسر تشنه علم و پژوهش خورشید جوان او را در این راه صمیمانه هدایت و راهنمایی می نماید.
یک از سال 1959 فاکولته بیولوژی دانشگاه دولتی مسکو رو اعلا تمام کرده برای کار و اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان آمدند. در طول 55 سال در این درگاه خورشید خیلوچ خدمت کردند. بسیاری از دانشمندان همان دانشگاه التماس میکردند که خورشید خیلوچ شما در همین مسکو استید، در همین دانشگاه شما در کار هستید. ما بسیار میخواستیم که شما در همین دانشگاه کار فعالیت کنید. اما خودی خورشید خیلوچ همچون یک مردی وطن دوست گفتن که من باید که به وطنم برگردم. من آن دانشجویی که در همین سالها دست دانشگاه گرفتم، من باید که در وطن خود این دانشها را در عمل تطبیق نمایم. و اون کس گشته به تاجیکستان می آیند. به تاجیکستان می آیند در همون ساحه بیوشیمی رستنی های تاجیکستان کارهای علمی را دوام میدهند. خورشید کریموف در اسپیرانتورا با آموزش اساسهای فیزیولوژیا و اکولوژی و مکانیزم‌های بیوشیمیایی تغییرات‌های روند رشد و نموی رستنی‌ها در دوره زمستان و اولی بهار نشر کننده مشغول گردیده است. این رستنی‌ها وگتاسیای فعال داشته در فصل تابستان به حالت آرامی می‌گذرند. چون این تحقیقات‌ها به عالم خورشید کریموف امکانیت دادند که کانسپسیا را درباره طبیعت آرام تابستانه رستنی‌ها پیشنهاد نماید و راه‌های بلند برداشتن ثمره‌ناکی های رستنی پروری را در تاجیکستان توسط کشت زراعت‌های در زمستان نشر کننده معین سازد. در اساس چنین نتیجه ها سال 1962 خورشید کریموف رساله نامزدیش را با عنوانی درباره آرامی تابستانه رستنی ها با موفقیت دفاع می نماید. اکادمیک خورشید خیلوچ کریموف توانستند که علمی بیولوژیا رو در جمهوری ما خیلی با پایه‌های بلند بردارند. خورشید خیلوچ اصلا شخصیتی اکادمی بودند، زیرا شروع از خادم خرد علمی تا درجه اکادمیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در اکادمی ملی علم‌ها فعالیت نمودند و هرچند با کارهای آموزگاری مشغول بودند، لیکن در هیچ یک دور زمان اکادمی ملی علم‌ها رو ترک نکردند. تأثیرات اساسناک کرده اکادمیک خورشید کریموف راجع به مکانیزم‌های استوارناکی زراعت‌های در زمستان نشر کننده به تأثیر حرارت پست و خصوصیت‌های خاص عملکرد آنها در وقت سرما اساس نظریوی کارکرد اصول‌های پرورش زراعت خوراک چاروا در دوره زمستان به شمار می‌رود. مخصوص اینستیتوت که شده می شود، اینستیتوت فیزیولوژی و بیوفیزیکی رستنی ها که راهبر این اینستیتوت اکادمیک یوسف سعیدویچ ناصیرف بودند. این کسان بسیار عالمی مشهور بودند، عالمی شناخته بودند در تاجیکستان. سالهای طولانی اکادمیک ناصیرف را خوب میشناسم. آن کس تشکیل کننده اینستیتوت فیزیولوژی و بیوفیزیکی رستنی ها می باشند و مکتب علمی خیلی با نفوذ که تمام جهان میشناس تشکیل کرده بودند. من گفتم ممکن که آن خصلت هایی که با عالم مناسب است در سیمای معلم استاد ناصیرف ما دیده میتونستیم. این فضیلت، فعالیت علمی و مکتب علمی خیلی خوب داشتند و حالا شاگردای اون کس این مکتب را دوام داده استند. خورشید خیلوچ معاون دیرکتور اید به علم میشوند در همین اینستیتوت و این دو عالم بزرگ همین ساحه را، ساحه فیزیولوژی و بیوفیزیکی ژنتیکی رستنی ها رو در تاجیکستان به یک درجه بلند میبردارند. به یک درجه بلند میبردارند که حتی در اکادمی علم ها چند مراتبه مخصوص کنگرسی عمومی جهانی آید به فیزیولوژی و بیوفیزیکی رستنی ها در همین تاجیکستان برگزار میگردد. این نشان میداد که اینستیتوت نو تأسیس
آینده بسیار درخشان دارد و این همین خیلی هم شد. عالم رستنی خورشید کریموف هنگام فعالیت علمی تحقیقاتی مقرر نموده است که پرورش زراعت‌های مابینی در زمستان نشو کننده در فصل تیر ماه و زمستان و بهار بر وقت امکانیت می‌دهد که زمین‌های آبیاری شونده تمام سال کاملا استفاده کرده شوند و از هر گکتار به اندازه 30-40 تن بیوماس خشک از آن جمله 10-15 تن بیوماس زراعت‌های فاصلوی در دوره از ماه سپتامبر تا ماه اپریل گرفته شوند. فعالیتی خیلی پرثمر علمی و در برابر کارهای خیلی جدی علمی به تب رسانیدنشون همچنین در فعالیت علمی و علمی تشکیلی اکادمی ملی علم ها خیلی نقش بارز از خود باقی گذاشتند. زیرا 25 سال انستیتوت فیزیولوژی و بیوفیزیک رستنی رو راهبری کردند به حیث دیرکتور و بعدتر این انستیتوت فیزیولوژی و بیوفیزیک با انستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیک رستنی تغییر نام کرد. در این انستیتوت فعالیت خورشید لولچ هم به صفت دیرکتور و همچون راهبری شورای دیسرتاسیونی در دوام 25 سال خیلی پرثمر بود. نتیجه چنین پژوهش در دو کتاب اکادمیک خورشید کریموف فیزیولوژیا و بیوخیمیای خوراک چاروا و استفاده ثمرناک کشت پخته درج یافتند که آنها در سال 2011 با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا سزاوار گشتند. چند مرتبه ما سفر داشتیم با نوعی کشور. برای مثال در همین زدی یک بازه است، یک بازه بیولوژی است. اونجا یک دفعه رفته بودیم، یک دفعه بوق بوتانیکی خوراک رفته بودیم، پومی رفته بودیم، یک دفعه دیگر با خوجند سفر داشتیم. این کس همین تمام همون بازه‌های علمی بیولوژی که ما در کشور داشتیم همین 5-50 برین میدونست که در کجا چه داریم چه نداریم، در کجا کدام متخصص است. یعنی گفتم ممکن است که بیولوژیا رو همین در خدمت خواجگی خلق در خدمت مردم گذاشته بودند. در تمام همین کجا با یگان شوخه برای مثال علم بیولوژی باشدگر از مد نظر خورشید خودش بیرون نمیموند. همه جا میرفت، دانشگاه میرفت، بعضی وقت در دانشگاه رئیس کمیسیون امتحان دولتی بوده داشتن. کوشش میکردن که جوانان با استعداد به انستیتوت‌های اکادمی علم یا که در کافدرای دانشگاه‌های پیشبر کشور باید کار کنند تا که در آینده از آنها عالم برآید و همین کار هم میکردند. دوام همین کار مشغول بودند. دوام سالهای 2000-2011 سمت‌های اساسی تحقیقات علمی اکادمیک خورشید کریموف را مسئله‌های کارکرد اساس‌های نظریوی بلند برداشتن حاصلناکی رستنی‌ها، استفاده دستاوردها و اصول‌های فیزیولوژی و بیوخیمیایی رستنی‌ها، ژنتیک و بیولوژی مولکولوی، بلند برداشتن ثمرناکی فتوسنتز، اختراع نوع‌های جدید سرحاصل به کسلی‌ها استوار، تکمیل تکنولوژی پرورش آنها را فرا گرفتند. این نگاشته‌ها از آن شهادت می‌دهند که اکادمیک خورشید کریموف راهبری مکتب علمی بیولوژی تجربوی را در تاجیکستان بر عهده داشته است. من اکادمیک کریموف خورشید لولچ رو از سال 70 عصر گذشته خوب میشناسم. اون کس همچون اول جانشین دیرکتور اوید به کارهای علمی، بعد دیرکتور انستیتوت فیزیولوژی و بیولوژی رستنی شده کار کردند. یکی از عالمان نمایان اکادمی علم‌ها و جمهوری ما میباشند. خورشید لولچ در اول معاون دیرکتور و نایب پرزیدنت اکادمی علم‌ها شده کار کردند. در همه مقامات بسیار تجربه کلان داشتند و بسیار شاگردایی که حاضر در انستیتوت بیوفیزیک و فیزیولوژی رستنی‌ها کار میکنند شاگردای معلم میباشند. الحال مثلا انستیتوت بوتانیکا فیزیولوژی و ژنتیک رستنی در ساختار اکادمی ملی علم‌ها از مؤسسه‌های به شمار می‌رود که خیلی دکتران زیاد و نامزدهای زیادی علم فعالیت میکنند و ساحه‌های گوناگون بیولوژی تجربوی رو
پیش میبرند. از اون جمله تحقیقات در سوای فیزیولوژی رستنی و در سوای بیوشیمیا، در سوای سلکسیا، در سوهای نگهداری ذخیره‌های ژنتیکی براه مونده شده است و همه این رویه ها، سمت هایی که امروز در این انستیتوت تحقیقات برده میشن از جانب خورشید هیلورویچ در سالهای زیاد یعنی این سمت ها معین کرده شدند و خیلی در این سمت ها کارهای جدی علمی براه مونده شدند. عالم پرتجربه و پژوهنده سرتلاش академик Хуршед Каримов тӯли ҳаёту фаъолияти худ дар вазифаҳои гуногун кор кардааст. шурӯъ аз ходими хурди илмӣ то ба дараҷаи доктори илм, баъдан директори пажӯҳишгоҳ, аъзои раёсат ва ба сифати академики Академияи илмҳо, муаллифи садҳо мақолаҳои илмӣ ва илмӣ тадқиқотӣ мебошад. 9 сол бо ҳам дар раёсати академияи илмҳо кор кардем. ин кас вазифаи نایب پرزیدنت اکادمی ما اجرا میکردن. یگان حجتی از ریاست اکادمی ما به آموزش به خلاصه خورشید هیلورویچ نمی برآمد. خیلی دقیق حجت‌های میخوندند، حجت‌های تالیف میکردند. مثلا افترافیرتی نبود که از زیر نظری خورشید هیلورویچ نگذشته باشد. و ما همه وقت میدونستیم که اون دیسرتاسیه یا افترافیرتی که زیر تحریری خورشید هیلورویچ قرار گرفته است این علاقه کاری خیلی مکمل و جدی علمی به حساب می رود و همه با خورشید هیلورویچ همچون استاد، همچون عالم معروف، همچون عالم نکته سنج اعتماد داشتند و کارهای علمی خود رو همیشه از تحت نظر استاد خورشید هیلورویچ میگذراندند. دو مجله گزارش‌های اکادمی علم‌های جمهوری ترکستان و مجله اخبار اکادمی علم‌های جمهوری ترکستان شعبه بیولوژیا نیز در تحت نظر خورشید هیلورویچ بودند. هر یک مقاله رو با پررنگی نوک به نوک همش خوانده خلاصه می‌برآوردند، کمبودی اسلام می‌کردند. نه فقط کمبودی اسلوبی و زبانی خیلی، بلکه در زیاد وقت من شاهد هستم که خورشید هیلورویچ مقاله می‌گرداندند و دست مؤلفان می‌گرداندند و کمبودی علمی که اون کس مشاهده می‌کردند با تکرار باز بررسی می‌شدند و در بعضی حالت‌ها مقاله برمیگشتند و چاپ می‌شدند. در بعضی حالت‌ها دیگر مؤلفان این مقاله رو بار نمیگرداندند چون که خورشید هیلورویچ تحریل همه‌جانبه میکرد مقاله. مؤلف همون مقاله را فریاد میکرده، نشینانده، همراه اون صحبت کرده، درباره همون علمی همون کس فکر و ملاحظه های خود را گفته، یعنی یاری میرساندن که همون مقاله ای که همون مؤلف نوشته است، ممکن یکم بار نوشته باشد همین مقاله، یاری میرساندن که همین مردک، همین آدم از علم دست نکشد، آینده یک عالم شود. یعنی من همین خیلی انسان بودم خورشید هیلورویچ. من یک لحظه رو هیچ از خاطر فراموش نمیکنم. وقتی که دیسرتاسیه دکتری من آماده گردید و اون کس پرسیدند، خورشید هیلورویچ پرسیدند که کی حمایه برگزار میگردد. من گفتم که استاد من افترافیرت رو آماده کردم، دیسرتاسی رو آماده کردم. خوب میشد که اگر همین افترافیرت از زیر نظر شما میگذشت. اون کس کمی تبسم کردن و گفتن که من حیوانات شناس نیستم، من زوولوگ نیستم، من در سوای فیزیولوژی رستنی متخصص هستم. آیا میتوانم که افترافیرت سوهای علمی زوولوژی رو تحریر کنم؟ من در حال درک کردم که این یک شوخی از نقطه نظر دیگر از خاکساری استاد گواهی میدهد و اون کس گفتن که حتما میبینم. در دوام 3 روز افترافیرت رو تحریر کردم و به من همین خیلی ایراد و پیشنهادهای مفید دادن که سطح کار علمی من باز هم بالاتر رفت. در بسیار صحبتامون درباره علم بیولوژی و طب و وابستگی بین علم بیولوژی و طب بسیار صحبت‌های طولانی هم داشتیم. بعضی ایرادهای می‌گرفتن که من در حیرت می‌موندم. اگر خورشید هیلورویچ شما
طبیب میشدید طبیب عالی جناب میشدید. برای چی؟ برای اون که شما یکمش که بسیار کنجکاو هستید یک دیگرش که تا آخرین نقطه رو اگر شما نفهمید پیش نمیروید. بعضا میخندیدن بعضا میگفتن که نه خیال نکنید که رستنی شناسی این علمی آسان است. این رستنی شناسی او برادری عزیز میگن چی میخوریم ما شما؟ ما اساسا رستنی میخوریم. ما چی میخوریم؟ ما نان میخوریم، نان از رستنی هست. برنج میخوریم، از رستنی هست. حتی گوشتی که میخوریم ما همون گوشت از رستنی به عمل پیدا میشود. شیری که میخوریم از رستنی پیدا میشود. یعنی تمام موادی غذایی ما از رستنی است. مورد تاکیدی مخصوص است که خدمت و زحمت و تلاش‌های عالم توانا خورشید کریموف در رشد علم بیولوژی در تاجیکستان بغایت کلان میباشد. خیلی ممتاز بودند. خیلی خوب درک میکردند که یکم که علم چی است، علم اکادمی چی است و علم اکادمی در تاجیکستان چه تاریخ دارد، چه آینده دارد و چه حالتی که ما کار میکردیم خیلی خوب درک میکردند. اکادمی کریم خورشید لالوچ مکتب علمی که داشتند بسیار بانفوذ بود. در بسیار کشورهای خارج اون کس را میشناختند. خصوصا وقتی که اون کس به مکزیک سفر کردند و از اون برگشته یک در ریاست اکادمی ها حسابات سپاریدند و چه خیلی علم تاجیک را در همونجا بعد فهمیدند و کدام مسئله های مهم را استاد کریموف در آنجا نقل کردند و حل میکنند. بسیار به ما فخر بود که ما همین خیلی اکادمیک داریم که در تمام دنیا میتوانند خوب برآمد کنند، علم تاجیک را نشان دهند. چند مرتبه سفر داشتیم، با کیف رفتیم یک دفعه، با الماتا رفتیم یک دفعه در با مقصد اشتراک در سیسیوی یک تشکیلات داشتیم با نام اسوسیاسیون بین‌المللی اکادمی علوم تحت ریاست یک اکادمیک نامدار شوروی و اوکراینی پاتون. با این کس رئیس ما بودند و ما می رفتیم اشتراک میکردیم. خورشید خلالوچ در اونجا نیز وقتی که حجتا روی کار می آمدند در اونجا نیز یک کارمند نمره یک بودند، چون که او کمبودیایی که در حجتا خورشید خلالوچ می دیدند برای دیگران اونقدر این کارا دسترس نبودند و زیاد حجتای همین اسامبله بین‌المللی اکادمی علوم از دست خورشید خلالوچ گذشتند در سالهایی که کار میکردیم در طول 10 سال. اکادمیک خورشید کریموف اعضای یکچند جمعیت‌های با نفوذ علمی به مانند اعضای شورای علمی اکادمی علم‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سالهای 1989 1991 رئیس جمعیت فیزیولوژهای رستنی تاجیکستان از سال 1989 اعضای فخری جمعیت فیزیولوژهای روسیه از سال 1993 و اعضای هیئت تحریریه مجله فیزیولوژی رستنی اکادمی علم‌های روسیه پذیرفته شده است. از سال 2012 تا سال 2020 استراتژی رشد علم و تکنیک در تاجیکستان تهیه گردیده بود و این استراتژی رو به واسطه اکادمی خورشید خلالوچ کریموف رهبری کرده بودند و سمت‌های نوترین علم در این استراتژی معین کرده شدند و در آینده مثلا از روی این استراتژی رشد علمی اکادمی برآمده شد. در این دوره ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان قبول کرده بودیم. نامه اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان را از نو بررسی نموده بودیم با نظر داشته زمان حاضره و نظر داشته طلبات حکومت جمهوری تاجیکستان. همه این کارها نیز در زیر نظر خورشید خلالوچ بودند. در برابر کارهای علمی تحقیقاتی همچنین به ترغیب دانشجوی بیولوژی خیلی اهمیت خاصه میدادند و سالیان زیاد رهبری جمعیت دانشی جمهوری تاجیکستان رو به عهده داشتند. من بسیار وقت بسیار مسئله هایی که مبرمی که حل کرده نمیتوانستم، حتی مسئله های تیب را بعضا با اون که صحبت میکردم
بعضا اون کس همین خیلی جوابهای صحیح میدادن که من در حیرت میمونم که این مرد طبیب است یا اینکه این مرد بیولوژ رستنی شناس. بسیار عالمی عجایب بودن. من شخصا خیلی چیزای از امین خورشید خیلویچ همین پیش دادم، البته مناسبت با اطرافیان من خیلی چیزای از اون کسی یاد گرفتم. خیلی آدمای حرمت کردن در کار، با آدمو کار کردن در کار. یگان کس با از بالا نگاه کردن این خیلی چیز نداشتن. همه برابر بودند، فقط چیز یک است، یعنی همه اندازه یک چیز است که صفت کار علمی باید در جایش باشد. من خورشید خیلویچ همراه دائما در این جلسه های ریاست اکادمی اشتراک میکردیم، بر به بر می نشستیم و یک توجهی بسیار عالی‌جناب بین ما بود، بین من و خورشید خیلویچ. ما همین توجه با دوستی ما تبدیل یافت و ما دوستی زیاده از چندین سالها دوستی هم داشتیم. نام برده مؤلف بیش از 390 اثر علمی پژوهشی و 11 کتاب می باشد. ما همیشه هنگامی که این یا اون مسئله های جدی علمی رو محاکمه میکنیم از اثرها، از تجربه غنی خورشید خیلویچ استفاده میبریم. گمان میکنم که چنین شخصیت های خیلی برجسته هم از نقطه نظر فرهنگ، مدنیت در بین علمان ما کمشمار هستند و اون جوانانی که امروز راه علم رو پیشه میکنند حتما باید از اون راه طی کرده عبرت آموزی علمان مشهور ما، علمان شناخته ما عبرت گیرند و فعالیت خود رو از روی چنین مکتب‌های علمی براه مانند. برای سهم ارزنده در رشد علم بیولوژی در تاجیکستان، دستاوردهای نمایان علمی و تطبیق آنها در استحصالات، تیار نمودن یک زمره کادرهای بلند اختصاص، فعالیت خوب علمی تشکیلاتچگی و آموزگاری، اکادمیک خورشید کریموف را دولت و حکومت کشور با عنوان فخری ارباب شایسته علم تاجیکستان سرفراز می نماید. سال 2003 مرا به حیث دیرکتور انستیتوت زئولوژیا و پارازیتولوژی اکادمی ملی علم‌ها تعیین نمودند و در این سالها اکادمی خورشید خیلویچ کریموف وظیفه نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان را به عهده داشتند و من از بس که نسبتاً جوان بودم و تجربه راهبری زیاد نداشتم، به نزد اون کس در اومدم و من گفتم که شاید من پورا از عهده این وظیفه نمی برایم، لیکن استاد خورشید خیلویچ گفتن که کدام مسئله هایی که اوید به راهبری یا پیشبرد کارهای علمی تشکیلی به میان میآید، حتما به من مراجعت کنید و همیشه کمک استاد خورشید خیلویچ رو احساس میکردم. از این نقطه نظر در فعالیت علمی و علمی تشکیلی خودم خورشید خیلویچ رو به صفت استاد احترام میکنم، چون که تجربه غنی که خورشید خیلویچ داشتند این عبرت آموز بود برای هر یک راهبری جوان. همچنین سال 2011 او با جایزه دولتی بلند مقام جمهوری تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در ساحه علم‌های بیولوژی، طب و کشاورزی قدرشناسی می‌گردد. امروز اهل علم و ادب، خاصه شاگردان و پرچمبرداران مکتب اکادمیک خورشید کریموف نام او را به نیکی یاد می‌کنند و افتخار از چنین عالم صاحب خرد سطح جهانی دارند.